صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. ای بیت لحم، از قدر تو کاهیده و کوچکید، سکوت آسمان تو محو کرده زندگید. لیکن در تو رخشان است نور هر دو عالم، امید عمر ما همه پیدا در تاریکید. زان که مسیحا شاه ما اکنون مولود گردید، آن نور و آن مظهر حق اکنون بر ما رسید. شادی و وجد بنمایید ای مؤمنان از دل، مژده صلح به خلق دهید، خدا را حمد کنید. بر مؤمنان بادا نوید که نور حق عیسی بهر گنهکاران آمد، بنماید جان فدا. ای عاصیان بگشایید قلب پر از خطا را، ای عاصیان بگشایید قلب پر از خطا را، تا دوست گمراهان آید و در آنجا گیرد جا. جلوه حق ای مسیحا، جلوه حقی ای مسیحا، بیا در قلبم جای گیر. لطفاً عیان گردان به ما، دورمان کن ز شریر. هرچند قلبمان ناپاک است، بیا بیا با نور پاک خود گردان این قلبم منیر. هرچند قلبم ناپاک است، بیا بیا با نور خود پاک گردان این قلبم منیر. ای مسیحا با نور خود پاک گردان این قلبم منیر. ایمانداران عزیز و عاشقان خدا، شادی و رحمت و سلامتی خدا یکتا و مهربان با شما و با خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که در پناه فیض او روز خود را آغاز و به پایان برسانید. از خداوند میخواهم که شما را در تمام کارهای نیکو و خیرتون یاری و مدد بدهد تا موفق باشید و در ایمان به او قوی‌تر شده برای او زندگی کنید. از اینکه لطف خدا در این ساعت نیز شامل حالمون شده و میتونیم از کلام مقدسش آیات را بخوانیم و زندگی و تعلیمات منجی و نجات دهنده خود عیسی مسیح را مطالعه کنیم، نام او را ستایش و حمد و ثنا می‌نماییم و امیدواریم که همه ما در این ساعت از او کسب فیض نماییم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا از فصل دوم انجیل مقدس
آیات را به سمع شما میرسونم و توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی آیات مقدس تقدیمتون میکنم تا حقیقت کلام خدا را بیش از بیش درک نمایید و با ایمان آوردن و پیروی کردن از عیسی مسیح صاحب حیات جاودانی شوید. در فصل اول ما با ظهور فرشته خدا به زکریا و خبر تولد حضرت یحیای تمیدهنده و همچنین ظهور جبرائیل به مریم باکره و مقدس و اعلام تولد معجزه‌آسای عیسی مسیح روبرو می‌شویم و در این فصل دیدیم که فرشته خدا علت ظهور عیسی مسیح را در برداشتن گناهان بشر و نجات عطا کردن به انسانها می‌داند. حالا در فصل دوم در 7 آیه اول درباره مکان تولد عیسی مسیح آیات را خدمتتون خواندم و دیدیم که چگونه در شهر بیت لحم یا شهر داوود در مکانی محقر و پست، یعنی در یک طویله مطابق پیشگویی که حضرت میکا کرده بود، عیسی مسیح به دنیا می آید. تولد عیسی مسیح با معجزات بسیاری همراه بود که در این فصل، یعنی فصل دوم از انجیل لوقا، به چند تای آن اشاره شده است. نظیر ظهور فرشتگان به شبانان و زیارت آنان و همچنین به انجام رسیدن آرزوهای دیرینه شمعون و حنای مقدس می باشد. در برنامه گذشته 7 آیه اول را براتون قرائت کردیم. آیه 7 میگوید که مریم پسر نخستین خود را زایید و او را در قنداقه پیچیده و در آخر خوابانید، زیرا که برای ایشان در منزل جایی نبود. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل دوم انجیل لوقا بگشایید تا از آیه 8 کلام را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را به زبان مادری خودتون ندارید ولی میخواهید آن را داشته باشید، ما شما را تشویق میکنیم که حتما با ما مکاتبه کنید و آن را از ما تهیه کنید. آدرس در پایان مجددا اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. از آیه 8 الی 20 ابتدا براتون میخونم و سپس معنی آیات را به عرض مبارکتون میرسونم. میفرماید: و در آن نواحی شبانان در صحرا به سر میبردند و در شب پاسبانی گله های خیش میکردند. ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. فرشته ایشان را گفت: مترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیمی به شما میدهم که برای جمیع قوم خواهد بود، که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. و علامت برای شما این است که طفلی در قنداق پیچیده و در آخر خوابانیده خواهید یافت. در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده خدا را تسبیح کنان میگفتند: خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. و چون فرشتگان از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان با دیگر گفتند: الان به بیت لحم برویم و این چیزی را که واقع شده و خداوند آن را به ما اعلام نموده است ببینیم. پس به شتاب رفته مریم و یوسف و آن طفل را در آخر خوابانده یافتند. و چون این را دیدند، آن سخنی را که درباره طفل به دیشان گفته بود شهرت دادند. و هر که میشنید از آنچه شبانان به دیشان گفتند تعجب می‌نمودند. اما مریم در دل خود متفکر شده این همه سخنان را نگاه می‌داشت. و شبانان خدا را تمجید و حمد کنان برگشتند به سبب همه آن اموری که دیده و شنیده بودند، چنان که به ایشان گفته شده بود. دوستان، از این آیات متوجه می‌شویم که وقتی عیسی مسیح تولد یافت، خداوند فرشتگانش را میفرستد تا شبانانی که در صحرا بودند و از گوسفندانشان مواظبت می‌کردند از مژده سماوی آگاه کنند. گفته شده که گوسفندان بیت لحم مخصوصاً برای قربانی شدن در بیت المقدس تربیت می‌شدند و بزرگ می‌شدند. پس مناسب بود که اولین اعلان تولد نجات دهنده یا آن بره خدا به اصطلاح حضرت اشعیا نبی به شبانان یا چوپانان داده شود و نه به علما و رؤسای مذهبی اورشلیم، تا همه بدانند که عیسی مسیح بیچارگان و افتادگان را همانند دولتمندان و بزرگان نجات می‌دهد.
در مورد بیابان بعضی عقیده دارند که چون گوسفندان شب را در بیابان به سر می بردن، بنابراین موقع تولد عیسی مسیح باید یا بهار و یا در تابستان باشه و نه در زمستان. ولی باید گفت که این دلیل کافی نمی باشد، زیرا اتفاق افتاده است که زمستان بسیار معتدل در این منطقه باشه و شبانان حتی تا اواخر پاییز نیز گوسفندان خود را در صحرا نگهداری کنند. در آیه 9 می‌فرماید که فرشته خدا ظاهر میشه به این شبانان. اگرچه اسم فرشته داده نشده، ولی احتمال می‌رود که همان جبرائیل باشه که از جانب خدا میاد که قبلا هم مژده‌ها را به زکریا و مریم مقدس رسانیده بود. مقصود از نزد ایشان حاضر شد اینه که به ناگهان بر ایشان نازل میشه. کلمه جلال علامت حضور الهی است که در این آیات به کار برده است. در آیه 10 فرشته میگوید که به شما بشارت میخوام بدم. شبانا وقتی که فرشته به آنها ظاهر میشه میترسن. میگوید نترسید، در عوض میخوام به شما بشارت بدم، بشارتی که برای جمیع قوم خواهد بود، یعنی برای تمام بنی اسرائیل، هم فقیر و هم پولدار، هم شهری و هم دهاتی، هم زن و هم مرد، هم جوان و هم پیر. بشارت برای شما دارم. حالا دوستان این جمله بسیار مهمه. چرا؟ چون چوپانان مردم فقیری بودند و غالبا خود را نسبت به الطاف خدا نالایق شمرده و حس شکست نفسی و یا عدم اطمینان به خودشون در آنها بسیار قوی بود. ولی فرشته خداوند باز تأکید میکنه که این مژده الهی برای همه است. اتفاقا میگوید که برای تمامی ملل جهان است. میگوید نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد تولد شده. نجات دهنده‌ای که مسیح عیسی باشد تولد یافته است. این لقب عیسی مسیح بود، نجات دهنده. همونطور که موسی برای نجات قوم بنی اسرائیل از دست مصریان آمد، به همین نحو عیسی مسیح از آسمان نازل شد تا قوم خود و دیگر ملت‌ها را نجات بدهد، یعنی از اسیری گناه برهاند. مقصود از مسیح خداوند این نیست که مسیحی که متعلق به خداوند باشد، بلکه به این معنی است که مسیحی که خود خداوند است. حالا فرشته خدا در این آیات 3 لقب به عیسی مسیح میدهد. اول نجات دهنده، دوم مسیح و سوم خداوند. حالا کلمه مسیح به معنی مسح شده است. در قدیم رسم بود که آنهایی که برای نبوت یا پادشاهی یا کهانت انتخاب می شدن با روغن زیتون مسح یا تطهین می کردن و آنهایی که بدین ترتیب از جانب خدا برگزیده می شدند مسیح لقب می گرفتن یا مسیح نامیده می شدن. اما این لقب مخصوص بر پادشاه موعودی که بنا بود از نسل داوود پیغمبر بیاید بود. و حالا فرشتگان اعلام می‌دارند که بالاخره آن مسیح موعود که انتظارش را داشتید تولد یافته است. دوستان عیسی مسیح با روغن مانند دیگر انبیا مسح یا تطهین نگردید، بلکه از همان ابتدا به وسیله روح القدس تطهین گردید و برای این تطهین شد تا هم نبی باشد و هم کاهن و هم نجات دهنده و هم پادشاه پادشاهان. بله دوستان عزیز، مسیح توسط روح القدس تطهین شد، مسح شد، برگزیده شد تا نجات دهنده باشد. لازم است که یادآوری کنم که در بعضی از آیات در اینجا کلمه خداوند به کار برده که به معنی آقا یا ارباب است و در قدیم بسیار رایج بود، مثل کد خدا و یا مالک که در قدیم او را مالک را خداوند خطاب می کردن. ولی در این آیه به معنی خدا می باشد، خدا یکتا. در کلام خدا آمده است که نجات دهنده باید 2 جنبه داشته باشد. او هم مسیح از نسل داووده و هم کلمه ازلی و ابدی از خدا. و دوستان عزیز، این عیسی مسیح بود که تنها کسی بوده که واجد این شرایط بوده، یعنی واجد شرایط نجات دهنده بودن بوده است که هر 2 جنبه داشته، هم از نسل داوود و هم کلمه ازلی و ابدی خدا. مسیح کلمت الله بود. در آیه 12 فرشته خدا برای اینکه شبانان بتوانند عیسی مسیح را که تازه تولد شده از سایر کودکان تشخیص بدن، به آنها علامتی میدهد و این علامت فوق‌العاده‌ای بود. میگوید عیسی مسیح را شما در آخری خوابیده
خواهید یافت. در آیه 13 میگوید که لشکر آسمانی ظاهر شد، یعنی فرشتگان به طور بسیار منظم و ترتیب خاصی صف کشیده و برای ظهور پادشاهی که تولد شده بودند شروع به ستایش خدا میکنند. سرودی که به سرود تولد عیسی مسیح مسمی می باشد. این سرود در آیه 14 است که شامل 3 قسمت می باشد. اول میگوید خدا را در اعلی علیین جلال، یعنی خدا را در عالم بالا یا بلندترین آسمانی که حضرت اعلی در آن ساکن است، اگرچه خدای تعالی لامکان می باشد، جلال باد. دوم، مردمانی که او از آنها خوشنود است و معنی آن اینه که خدا در میان آنانی که رضایتش را فراهم می کنند شادمان می باشد. و سوم، سلامتی بر زمین باد، یعنی آمدن عیسی مسیح سبب سلامتی میشه، سبب مصالحه بین خدا و انسان گردیده. در قلب ایمانداران آرامش و سلامتی به وجود خواهد میاد. مسیح در ابتدا صلح عمومی و دنیوی را نیاورد، بلکه صلح و آرامش درونی را. زیرا خود مسیح فرمود که نیامدم تا صلح را بر زمین عطا کنم، بلکه انقسام را. واقعیت اینه دوستان عزیز، تا گناه در عالم وجود دارد و تا مردم گناه و تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند، صلح عمومی هرگز امکان پذیر نیست. آن صلح و سلامتی که فرشتگان در حین ظهور تولد عیسی مسیح در این آیات اعلام نمودند در بین تمام مردم دنیا یافت نمی شود و نخواهد شد، بلکه فقط در میان آنانی که مسیح را همانند آن شبانان چون پادشاه خود بپذیرند. خدا از چنین اشخاصی رضایت خود را اعلام میکنه و به آنها صلح و آرامش عطا میکند. در آیه 15 عکس العمل شبانان را میبینیم. آنها لیاقت خود رو در خودشون نمیدیدن که حتی لیاقت شنیدن این مژده آسمانی رو داشته باشند، ولی با شنیدن آن بلا فاصله اشتیاق خود را نشون میدن. میگوید با عجله از محل دور شدن و برای پیدا کردن نجات دهنده میرن به بیت لحم. پیدا کردن طفل یعنی در این ایام آسان نبود. چرا؟ چون مردم زیادی از نقاط مختلف اسرائیل برای سرشماری به بیت لحم آمده بودند و به علاوه شب هم بود. ولی پس از جستجوی زیاد مطابق آیه 16 مریم مادر طفل را میابند و کودک را همونطور که فرشته فرموده بود در آخری خوابیده پیدا میکنند. و حقیقت گفته فرشته به آنها ثابت میشه که همین طفل فقیر در حقیقت همان مسیح موعود است. شبانان موضوع را به افرادی که در طویل جمع شده بودند میگویند. آنچه شبانان گفتند باعث تعجب و حیرت موقتی در مردم شد، ولی مریم مقدس هیچ یک از بیانات آنان را فراموش نکرد و راجع به آنها مطابق آیه 19 پیوسته فکر میکرد و در معانی آنها دقت می‌نمود. از کلماتی که در اینجا به کار برده شده است، دانشمندان علم الهی معتقدند که این قسمت از آیات را حضرت لوقا از قول حضرت مریم نوشته است و یا مریم مقدس این حقایق را برای حضرت لوقا بیان فرموده است. از آیه 20 متوجه می‌شویم که شبانان مردمان دینداری بودند، به طوری که اولین فکری که در سرشان آمد این بود که او را بپرستند. پرستش و امتنان خدا یکتا برای خود و قومشون که لطف خدا شامل حال آنها شده است و خدا به آنها رحم نشان داده است. به آیات 21 الی 25 توجه فرمایید. میگوید و چون روز 8 یعنی وقت ختنه کردن طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنان که فرشته خدا قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود. و چون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موسی رسید، او را به اورشلیم بردند تا به خداوند وقف کنند، چنان که در شریعت خداوند مکتوب است که هر ذکوری که رحم گشاید مقدس خداوند خوانده شود، و تا قربانی گذرانند، چنان که در شریعت خداوند مقرر است، یعنی یک جفت فاخته یا 2 جوجه کبوتر. همونطور که در آیه 59 فصل اول در مورد نامگذاری حضرت یحیی خدمتتون توضیحاتی دادم، در یهودیت مطابق قانون شریعت هر کودک مذکری که تولد میشد میبایستی ختنه میشد، آن هم در روز 8. حالا پس از ختنه بود که اسم بر کودک میگذاشتن.
در آیه 21 میگوید 8 روز پس از تولد عیسی، پس از اینکه او را ختنه کردند، او را عیسی نام نهادند. کودک را عیسی نام میگذارند. همونطوری که فرشته خدا حتی قبل از اینکه تولد بشه این اسم را به مریم داده بود که روی این کودک بگذارد. دوستان، در این 3 آیه میبینیم که مریم و یوسف تمام رسومات و قانونهای مذهبی شریعت را مو به مو انجام میدهند. 3 بار آمده است که مطابق آنچه که شریعت خداوند فرموده بود انجام دادند. در آیه 22 میگوید پس از ایام تطهیر ایشان، مطابق تورات تا 40 روز بعد از تولد فرزند مادرش حق ورود به عبادتگاه را نداره و یا ناپاک شمرده میشد. بنابراین لازم بود که مادر در منزل بماند. در انتهای 40 روز یا در بیت المقدس یا در مکان دیگر به نزد کاهن میرفتن و قربانی به استطاعت داراییشون تقدیم خدا میکردن. به عبارت دیگر بسته به ثروت و داراییشون بود که چه نوع حیوانی را قربانی کنن، آن هم برای تطهیر و برای وقف کودک. و مطابق قانون خدا عیسی را پس از 40 روز تقدیم خداوند میکنن. چرا؟ چون در کلام خدا در تورات مقدس آمده است که هر نخست‌زاده پسر باید تقدیم خدا بشه. پس مریم و یوسف همراه عیسی به بیت المقدس میروند و عیسی را به پدر آسمانیش یعنی خدا تقدیم میکنن. در آیه 24 میبینیم که مریم استطاعت مالی برای قربانی گوسفند نداشتند، پس 2 کبوتر تقدیم میکنن، زیرا در تورات آمده است که اگر استطاعت مالی ندارن به جای گوسفند 2 جو فاخته یا کبوتر قربانی کنن. حالا از آیه 25 الی 36 یکی دیگر از اتفاقات عجیب و معجزه آسمانی که به کشف نور خدا بر شمعون مسمی می باشد برای ما بیان گردیده است که در حقیقت سرود ستایش هم می باشد. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، وقتی که ایام تطهیر تمام شد، یعنی پس از 40 روز که از تولد مسیح گذشت، یوسف و مریم عیسی را به عبادتگاه میبرند تا تقدیم خدا کنند. آیات را خدمتتون میخونم و تا آنجا که فرصت ما را اجازه بده توضیحاتی در مورد آیات خدمتتون عرض میکنم. میگوید وقتی که مریم و یوسف عیسی را به خانه خدا آوردند، شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر وی بود و از روح القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبیند موت را نخواهد دید. پس به راهنمایی روح القدس به هیکل درآمد و چون مریم و یوسف آن طفل را آوردند تا مطابق رسوم شریعت به جهت او عمل را آورند، او را در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خواند و گفت الحال ای خداوند بنده خود را رخصت می‌دهی به سلامتی بر حسب کلام خود، زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است که آن را پیش روی جمیع امتها مهیا ساختی، نوری که کشف حجاب برای امتها می کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود. نوری که کشف حجاب برای امتها می کند و قوم تو اسرائیل را جلال بود. و یوسف و مادرش از آنچه که درباره او گفته شد تعجب نمودند. پس شمعون ایشان را برکت داده به مادرش مریم گفت اینک این طفل قرار داده شد برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی که به خلاف آن خواهند گفت و در قلب تو ای مریم شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود. دوستان عزیز، در این آیات می‌بینیم که وقتی عیسی 40 روزه بود، مریم و یوسف او را به عبادتگاه عظیم اورشلیم می‌آورند. در آنجا با واقعی غیر منتظری روبرو می‌شوند. اول مردی به اسم شمعون که پیر بود پیش آنها میاد و عیسی را در آغوش میگیره و خدا را برای او ستایش میکنه، یعنی برای وجود عیسی. و بعد درباره آینده عیسی و همچنین آینده مریم نبوت و پیشگویی میکند. مقصود از تسلی اسرائیل که در آیه 25 آمده اینه که شمعون با اشتیاق منتظر آمدن مسیح موعود بود که اسرائیل رو تسلی و نجات ببخشد. و دوستان عزیز، در مورد نجات
یا این تسلی که آنها خواهند یافت در کتاب اشعیا نبی فصل 40 پیشگویی شده که مسیح تسلی برای قوم می‌آورد و یا میگوید تسلی دهید قوم مرا تسلی دهید زیرا که نجات دهنده‌ای ظاهر می‌شود. حالا مقصود از مسیح خداوند در آیه 26 یعنی مسیحی که خدا فرستاده است، یعنی آن مسیحی که توسط روح خدا محض شده، برگزیده شده. در آن زمان اشخاص بسیاری بودند که معتقد بودند که آمدن مسیح بسیار نزدیک بود، همانطوری که امروز ما مسیحیان معتقدیم که بازگشت ثانوی او بسیار بسیار نزدیکه، زیرا اتفاقاتی که در جهان رخ می‌دهد بازگو کننده به انجام رسیدن پیشگویی‌های کتاب مقدس است. یعنی علائم روزهای آخر روز به روز برامون بیشتر نمایان می‌شوند. بنابراین خیلی نبایستی تعجب کنید که شمعون وقتی مسیح رو دید میتونست این چنین سرودی بخونه، میدونست که وقت فرا رسیده است. در آیه 27 معنی در روح یعنی به هدایت روح و پر از روح القدس است. خدا او را در همون لحظه، یعنی شمعون رو در همون لحظه به بیت المقدس میاره تا مسیح رو ببینه. در آیه 29 مقصود از خدا یا پروردگار که کلمه یونانی است به معنی کسی است که صاحب اختیار مطلق است. شمعون خود را غلام خدا یعنی خودش رو ملک مطلق خدا می‌دانست. او با دیدن عیسی آرامی می‌یابد، شوق عظیمی در دلش جای پیدا می‌کنه. چرا؟ زیرا به آرزوی نهایی خود رسیده بود. روح خدا به او تسلی داده بود که او با چشمان خودش نجات دهنده جهان را خواهد دید. او مسیح را با چشمان خود دید و پس از آن بود که دیگر میل نداشت در این دنیای پر زحمت زندگی کنه. برای همین است که در دعا یا سرودش میگوید که ای خدا مرا آزاد بفرما، یعنی خداوند حالا که چشمان من نجات دهنده تو رو دیده است، نجات دهنده قوم را دیده است، حالا که تو به وعده‌هات وفا کردی مرا از قید جسم برهان. دوستان عزیز، شمعون میدانست که به حضور خدا خواهد رفت. در آیه 31 شمعون یادآور می شود که نجاتی که مسیح می آورد نه فقط برای قوم بلکه برای جمیع ملت هاست. در آیه 32 می گوید که کار مسیح این است که نور کشف حجاب برای امت ها می کند و قلوب افراد غیر یهودی را که در آن زمان با حجاب تیری جهالت و خرافات پرستی و گناه پوشیده شده بود، مسیح با نور خودش کشف حجاب میکنه، ظلمت دل را بر می‌داره و مردم را به نور معرفت خدا میرساند. عیسی مسیح نور امتها بوده و هست. خود عیسی مسیح فرمود که من نور عالم هستم. و دوستان عزیز، امروز نیز این نور عالم میتابد. همونطور که قلب شمعون را منور کرد، همونطور که قلب میلیون ها نفر دیگر را منور ساخته، قلب مرا منور ساخته، امروز نیز میتواند کشف حجاب برای شما بکند اگر خود را تسلیم او کنیم و اجازه بدهیم که او در زندگی ما وارد شود. خدا کند که امروز نور خدا در قلب شما بتابد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.